من الان یه نکته دارم که دارم توصیه میکنم به آقای فرهادی به عنوان یک هم‌میهن. در اسکار اگر جایزه نگرفت که احتمال جایزه گرفتنش زیاده، اگر جایزه نگرفت و فیلم اسرائیلی جایزه گرفت که احتمال میدم من جایزه اول به فیلم اسرائیلی بدن، جایزه دوم رو که فیلم نامه باشه به فرهادی بدن، من به عنوان یه ایرانی ازش میخوام که اونجا در دفاع از فلسطینی‌ها علیه اسرائیل اعلام موضع کنه، جاشه، و مطمئن باشه که اون وقت این مردم تشکر واقعی خواهند کرد و این موضوع اصولیه، چون جزو معدود جاهاییه که ایران در مقابل اسرائیل قرار میگیره و بعد یک بار دیگه گفت که ما با این جانوران بی همه چیز جهانخوار در واقع نماد سرمایه کثیف دلالی هیچ جای مشترکی نداریم. من به نظرم تو اسکار جاشه اگر دوم شد مبارزه در واقع اعلام موضع علیه اسرائیل بکنه. این توصیه منه آقای فرهادی. خیلی خوب.